غزال نایت با ستاره هاشمی در تیک تاک درگیری لفظی انجام داده است. غزال نایت چی رابطه‌ای با ستاره هاشمی داشته است؟ ستاره هاشمی کیست که این روزها نامش سر زبانان هنرمندان افغانستان شده است؟ غزال نایت در کدام کشور زندگی می کند و رفتار عجیب وی این روزها در صفحات مجازی؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیای اینفو باشید. سلام و سلامتی یا به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیای اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیای اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند جوان، موفق، نام‌آشنا و محبوب کشور بوده است که وی از سن نوجوانی برای سرودن آهنگ‌های دوگانه با استاد نظیر خارا همکاری داشت و آهنگ‌های بیشماری با نظیر خارا سرود که محبوبیت و شهرت هنری خود را در آن زمان کسب کرد. غزال نایت در سن نوجوانی ظاهرش را در پرده رسانه‌ها نشان نداده بود، ولی بعد از رفتنش به کشور کانادا و ثبت آهنگ دوگانه با استاد قیس الفت توانست ویدیو کلیپ هم بسازد و برای دوستداران و طرفداران ظاهرش را نشان بدهد. غزال نایت قبل از رفتنش به کشور کانادا با رجارایش عروسی کرده بود، ولی از همسرش جدا شده است. تصاویر و ویدیوهای غزال نایت با رجارایش در صفحات مجازی این روزها دست به دست می‌شود. غزال نایت با تمامی هنرمندان افغان مشکل و رقابت داشته است. جدیداً بگومگوهای فراوانی وجود دارد که غزال نایت با ستاره هاشمی، یکی از هنرمندانی که کاملا راه هنر موسیقی را در افغانستان انتخاب کرده است، درگیری لفظی انجام داده است، ولی تاکنون در این باره ستاره هاشمی ابراز نظر نکرده است، ولی ستاره هاشمی در صفحات مجازی نامش آوازه شده است و همه میگویند گویا بلای جان هنرمندان دیگر شده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال نایت و ستاره هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیای اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.